مصاحبه جدید عجیب و غیر قابل باور زلال هاشمی با عفیظ محمدی، مجری موفق و با استعداد افغان. زلال هاشمی آیا به واقعیت پیدا شده است؟ دلیل ربوده شدن زلال هاشمی چی بوده است؟ زلال هاشمی در چگونه وضعیت و در کجا نگهداری میشد؟ اکنون وضعیت صحی زلال هاشمی چگونه گزارش داده شده است؟ گفتنی های تازه درباره زندگی جنجالی زلال هاشمی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باش. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زلال هاشمی یک تن از هنرمندان جوان با استعداد، خلاق و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلال هاشمی عاشقانه هنر موسیقی را از برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاه به اوج شهرت و محبوبیت رسانه‌ای برسد. این همه در حالی است که زلال هاشمی هنرمند جوان توانست مقام دوم را در برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع از آن خود کند. اما بعد از ختم برنامه ستاره افغان، زلال هاشمی کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرد و دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت. یگانه دلیل دوری زلال هاشمی از هنر موسیقی ازدواجش بوده است. همسر زلال هاشمی هرگز اجازه سرودن آهنگ به وی را نداد. زلال هاشمی هنرمند جوان تازه تصاویرش توسط شوهرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که این مجری موفق در کابل ربوده شده است. این همه در حالی است که زلال هاشمی تازه تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی با بزرگترین چهره های سیاسی افغانستان گفتگو کرده است و زلال هاشمی زنده بوده است. ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت داشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای زلال هاشمی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه ذات‌الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلال هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درودی دیگر، بدرود.